امیدوارم روز خوبی رو در پیش گرفته باشید. شنونده محترم رادیو روشنایی دوباره. موضوع امروزمون در مورد بهترین تلاش برای تغییر خود و نه دیگران است. بیشتر مجالس و نشسته‌های خانوادگی با گفتگوهای همراه است که برای ایجاد تغییر در دیگران انجام می شود. همه می خواهند دیگری تغییر کند. کسی به تغییر خود نمی اندیشد. شوهر برای تغییر فکر و عمل همسرش تلاش می کند و زن نیز برای متحول ساختن شوهر خود تلاش می کند و این دو برای تربیت و تزکیه فرزندان و غیره. اما بهترین راه تغییر دیگران ایجاد تغییر و تحول در افکار و رفتار خود می باشد. چه خوب وصیتی بوده این وصیت. دانشمندی وصیت کرده که بر روی سنگ قبرش این جملات را بنویسند: کودک بودم میخواستم دنیا را تغییر بدهم. وقتی بزرگتر شدم دیدم دنیا خیلی بزرگه، بهتر است کشورم را تغییر بدهم. در میان سالی تصمیم گرفتم شهرم را تغییر بدهم، آن هم بزرگ یافتم. در سال خردگی تصمیم گرفتم خانواده‌ام را تغییر بدم. دیگه در آستانه مرگ فهمیدم که باید از روز اول به فکر تغییر خود میافتادم. آنگاه شاید میتوانستم دیگران و بلکه دنیا را تغییر دهم.